سلام، به این ویدیو خوش اومدید. در این ویدیو درباره خواص زنجبیل صحبت میکنم. پس اگر میخواهید چیزهای بیشتری در مورد زنجبیل بدونید تا آخر این ویدیو با من باشید. بریم سراغ این ویدیو. زنجبیل ریشه یک گیاه است که بیشتر در مناطق گرمسیری رشد می‌کند. این گیاه طعمی تند و عطری خاص دارد و به صورت تازه، خشک یا پودر شده استفاده می‌شود. زنجبیل در تهیه انواع غذاها، دمنوش‌ها، نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها کاربرد دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنجبیل یکی از پرمصرف‌ترین گیاهان خوراکی و دارویی به شمار می‌رود. زنجبیل یکی از پرخاصیت‌ترین گیاهان طبیعی است که از گذشته تا امروز در طب سنتی و آشپزی جایگاه ویژه‌ای داشته است. این گیاه به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند و می‌تواند در کاهش التهاب و بهبود عملکرد بدن مؤثر باشد. همچنین مصرف زنجبیل به هضم بهتر غذا کمک کرده و احساس نفخ و سنگینی را کاهش می‌دهد. بسیاری از افراد از آن برای کاهش حالت تهوع به ویژه در سفر یا هنگام سرماخوردگی استفاده می‌کنند. عطر و طعم گرم و دلپذیر زنجبیل باعث شده در تهیه دمنوش، چای و انواع غذاها کاربرد فراوانی داشته باشد. البته مانند هر ماده غذایی دیگر، مصرف متعادل آن بهترین راه برای بهره‌مندی از خواص ارزشمند زنجبیل است. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، خدایا رو نگهدارتون.